خاره پاشنه داری؟ میخچه داری؟ این تکنیک هایی که میگم انجام بده. تو تکنیک اول دستا به صورت نوازشی بر روی کف پا ماساژ انجام میدیم. تو تکنیک دوم انگشتان نشست در کنار هم از پاشنه پا به سمت پنجه پا به این صورت ماساژ میدیم. و در تکنیک سوم انگشتان نشست رو به صورت کشویی روی کف پا ماساژ میدیم و در ادامه از بادکش درمانی استفاده میکنیم که بسیار مؤثر و پرکاربرد هست برای رفع گرفتگی‌های عمیق پا، کف پا و گردش خون بیشتر در کف پا. و چند دقیقه هم کاپ رو روی کف پا قرار میدیم و بعد در ادامه برای آموزش‌های بیشتر و یادگیری‌های بهتر پیج خودتون رو فالو کنید. ممنونم. بفرمایید. اینم از نتیجه کار.